23 مارس سال 2023 تخمین ساعت 15:30 راننده автомاشین تمغه مرسدس بنز رجبوف محمد زویر سال تولدش 1996 ساکن شهر لیوکند هنگام حرکت از طرف جماعت دیوات وحدت به سمت شهر لیوکند از عهده اداره کردن واسطه نقلیات نبرآمده به کنار طرف راست رو برآمده به کانال آبگذر چپ نموده است. در نتیجه مسافر داخل автомاشین رستم و خورشیده سال تولدش 1982 ساکن نویه مذکور از داخل آب برمیآید و خود راننده رجبوف در آب غرق شده. جسدش تا حال دریافت نشده است. از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که زن 51 ساله ساکن نویه اشت 20 مارس سال 2023 تخمیناً ساعت 9:30 با راه پنهانی از بالای میز فروش تلواری زن 29 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف واقع در آشیانه دوم مرکز سودای حاجی عبدالعزیز از بازار پنجشنبه شهر خوجند یک عدد انگشتری و 2 عدد گوشوار طلایی را که ارزششان 5500 سومانی را تشکیل می‌دهد دزدیده از جای حادثه غیب شده است. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.